قدرم و مدارانی ثابت ایران ما در هر یک جا امر معروف میکنیم وادار میکنیم که شرایط بهتر شده است. هر یک بنده مسلمین باید فهمد که هر یک قدم ما گناه است. چون که میگویند جوانان زیایان آینده ملت است. اکثر زیایان حاضر در تاکید میکنیم که بچه های جون تپروس نکشه، ناس نکشه، تو مرد باشی بنگ بزن، افیون بزن، آنه گیر بزن، ککینی مریخوان بزن، تو نامرد هستی به همین ناس. میخری همون پیوه غدا شکمت بدم که دیگه قبلی ساقدم آری میمری سپیر زنی کنیک پنجی باز کزن که یک دفینه بگه مرد است. این نامرد برادر به همون چشمی بد نگاه میکنی، در همون دخترها در همون بیوزنها نگاه میکنی، حسد میخری، این نامردی است. میتونه خفیدگی تا فوز مانده گویده میگی وقتی مرد هستی نامردی نکن. ما در پس دم میزنیم همین مسئله رو میبینیم. هر مرد باشه خفیدگیش کس کده گویده میگیره، نمیتونه کون تا بجا. با همین برادر عبری معرفی خانزینه ما با نسید کسی که یگان عرض شکایت دارن همه به عرض زیرین نال خود سیاد که دنگ زنید با ما در تماس باشه.